30 نوامبر اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با رئیس شهر دوشنبه رستم امامعلی در موضع بنیاد مسجد مرکزی جامع شهر دوشنبه و انشاءات نو دانشکده اسلامی تاجیکستان به نام امام اعظم ابو حنیفه نعمان ابن ثابت با رفت کارهای ساختمانی شناس شدند. خاطررسان می‌شویم که لایحه بنیاد مسجد مرکزی جامع شهر دوشنبه با دستگیری به واسطه اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان عملی گردیده. رفت کارهای ساختمانی در آن تحت نظارت دائمی پیشوای ملت قرار دارد. مسجد بزرگ جامع شهر دوشنبه در میدان 12 هکتار زمین جایگیر بوده. از بینای و موضع‌های نمازخوانی، کتابخانه، آثارخانه، تالارهای مجلسی و قبول مهمانان برای ملاقات و گفت و شنودها عبارت می باشد. مساحت بینای مسجد باشد 3 هکتار را تشکیل می دهد و کارهای ساختمانی در این انشاءات بزرگ از جانب سرور دولت محترم امامعلی رحمان ماه اکتبر سال 2009 در روزهای تجلیل 1310 سالگی امام اعظم و سال بزرگداشت اساسگزار و پیشوای مذهب تحملگرایی حنفی گذاشته شده بود. لایحه ساختمان این انشاءات برای نمازگزاران پیش بینی شده از جانب متخصصان ورزیده ساحه از تاجیکستان و قطر آماده گردیده است و آن با نظرداشت عنصرهای باستانی و معاصری صنعت معماری مردم تاجیک و جهانی از 4 مناره بلندیش 75 متره و گنبد 47 متره عبارت خواهد بود. تاکید کردن به مورد است که با مصلحت‌های مشخص و ذوق بلند زیبایی پرستی پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان در لایحه ساختمان این انشاءات بزرگ طرح و اصولهای معماری باستانی تاجیک، نقش و نگار دیوارها، گنبدها، ستونهای و درآمدگاه‌ها و تمام دیگر کارهای آرایشاتی داخل و اطراف مسجد به اعتبار گرفته شده است. در وقت تهیه لایحه بنیاد مسجد مرکزی جامع شهر دوشنبه نیز معماران و ساختمانچیان پیشنهاد و طلبات و توصیه‌های سرور دولت محترم امامعلی رحمان را به اینابت گرفته‌اند. ضمن شناسایی با رفت کارهای ساختمانی، پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برای انجام بازصفت کارهای آرایشی تالارهای مسجد بزرگ و آبادانی و کبودزارکنی میدان نزد آن مسئولین کارهای ساختمانی را وظیفه‌دار نمودند. تاکید کرده شد که کارهای آرایشی و کنده‌کاری و چوب‌تراشی در این انشاءات باید موافق به طلبات معیارهای بین‌المللی و رعایت صنعت معماری و ساختمانی مردم کهن تمدن تاجیک انجام داده شود تا اینکه این انشاءات برای مردم تاجیک و نفرانی که به دیار ما تشریف می آورند 100 سالها خدمت رساند. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان بعد شناسایی پوره با رفت کارها بار دیگر به متخصصان برای وسعت کارهای ساختمان و آرایشی با صفت بنا و با طلبات معیارهای جهانی مطابق کردن خصوصا تالارهای برای عبادت پیش بینی شده، درآمدگاه‌های انشاءات و دروازه‌های آن دستور و هدایت‌های مشخص دادند.